جشن زیبای طبیعت نوروز عالم‌افروز را تمام باشندگان ولایت مختاری کوهستانی بدخشان با خصوصیت‌های خاص عنعنوی جشن می‌گیرند. مردم سربلندی بام جهان این عید زیبای طبیعت را خیلی انتظاری کشیده تمام سنت‌های نیک نوروزی یا خدیر ایام را در روز برابرشوی شب و روز تجلیل می‌نمایند و یک هفته پیش برای سزاوار پیشواز گرفتن این عید اجدادی آمادگی می‌بینند. از بس که بدخشان همچون آثارخانه زنده تاریخ بسیار رسم و آیین‌ها مربوط به جشن نوروز تاکنون حفظ نموده است، در بدخشان در نه اینکه در هر یک ناحیه یا در هر یک وادی یا در هر یک دهه حتی وابسته به هر یک اولاد یا در بعضی اولادها ویژگی‌ها و خصوصیت‌های خاص خود را نوروز دارد و این خیلی جالب دقت است. در بدخشان بسیار رسم و آیین‌های جشن نوروزی تاکنون باقی مانده هستند که آنها خصوصیت‌های خاص خود را دارند. مثلا در خود جشن نوروز البته که این جشن را هر حال در بدخشان در 3 روز جشن میگیرند، هنوز از وقتی تیر ماه به این جشن آمادگی میبینند و در بدخشان از بس که اقلیم سرد است و شرایط زندگی مردم در پستر بود وابسته به شرایط اقتصادی اجتماعی خود نوروز را خیلی انتظاری میکشیدند. ساکنان ولایت مختاری کوهستانی بدخشان عید اجدادی نوروز عالم‌افروز را از روی آیین‌های پاکیزگی برآوردن جهاز خانه به بیرون آغاز می‌کنند. نخست کرپچه سرخ به بیرون برآورده شده، بعد به جا آوردن سنت‌های نیک این عید بهاری خانه عرفی بدخشانی پورا تمیز کرده می‌شود. اجدادان صاحب فرهنگ ما در تاریخ نوروز را همچون سنت مقدس و مبارک از نسل به نسل میراث گذاشته آن را با همه رنگ و رنگی و روح زندگی سازش گرامی داشتند. محض این است که در مقیاس ولایت مختاری کوهستانی بدخشان عنعنه‌های نیک نوروز بین المللی تا به امروز حفظ گردیده است. در بدخشان البته وابسته به هر یک موضع وابسته به هر یک ناحیه جشن نوروزی خصوصیت و ویژگی‌های خاص خود را دارد، بنابراین تا کنون در اینجا رسم و رسوم‌های خیلی زیاد جالب دقت موجود هستند. مثلا در خود روز یکم نوروز از رسوم دودبراری، یعنی که باید هر یک ساکن خانه باید در آتشدان آتشی را درگیراند و دود خانه خود را برآورد که این معنای یعنی در خانه حیات زندگی است کسی که وای میکنه. بعد رسوم دودبراری یک متوی سرخی را میبرارند که آن را رسوم روش‌سویس مینامند و بعد آن تمام جهاز خانه را میبرارند، پاک و پاکیزه میکنند، خانه را تازه میکنند و در جشن نوروز نه اینکه آنها جسمان ظاهرا خود را پاک میسازند بلکه باطناً هم خود را پاک میسازند و ما باید وقتی که به نوروز قدم میگذاریم هم جسمان ظاهرا و هم باطناً پاک باشیم. یکی از سنت‌های نیک مردم بام جهان این رعایت بازی‌های نوروزی به مثل تخم جنگ، خروس جنگ، لش، سنجک، الاوپرک و چندین نمود دیگر حسابیده می شود که در روز جشنگیری عید سال نو آنها را با صمیمیت خاصه رعایت می نمایند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در مورد اهمیت و مفخریت نوروز دلافروز در فرهنگ ملیمان تاکید کردند. نوروز جهانی که در سرنوشت ملت ما و تمام میراثبران آن نقش برجسته دارد، همچون پدیده ناتکرار فرهنگی و عنصر تمدن ملی در عین زمان جهانی شده اجدادیمان در مسیر تاریخ تمام انسانیت را به سازندگی و آفرندگی برای ایجاد و بنیاد طرح نوی زندگی و تشبث و اقدام‌های تازه هدایت نموده است. برای ما مایه افتخار و سرفرازی است که نوروز عالم در میان مردم آریای تبار مخصوصاً تاجیکان عرض هستی نموده آیین‌های صرف تاجیکانه را در خود غنجانده است.
баъди поку тамиз намудани хонаву дар, хурду бузург ба тан либоси зебои наврӯзӣ намуда бо таомҳои суннатӣ барои таҷлили сазовор аз ин иди аҷдодӣ ба ҷашнгоҳ раҳсипор мекарданд. ҷашни наврӯзи оламафрӯз бо ҳунарофарӣ, хурсандиву покизагӣ ва дӯстиву бародарӣ тафҳам буда як ҷашни мардумӣ маънӣ дод карда мешавад. мардуми фарҳангдӯсти Бадахшон бо риояи тамоми суннатҳои қадима рӯзи наврӯз ё худ хидир айёмро то бегоҳӣ ҷашн мегиранд. кӯдакон барои идомаи рӯзи нав аз боми хона рӯймол партофта шеъри наврӯзиро қироат менамоянд ва ҳар чизеро ки дар ин рӯз аз соҳиби хона талаб менамоянд он ҳатман ба ҷо оварда мешавад. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا نعره زده جمله به یک بار، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. نوروز یکی از جشن‌های قدیم تاجیکان به شمار می رود که از دو کلمه نو و روز عبارت می باشد که معنایش عیاشوی طبیعت، فصل کشت و کار دهقان به شمار می رود. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمون از سال 2010 تا این دم نوروز یکی از جشن‌های جهانی اعتراف گردیده است که هر سال در تمام جهان با تنتنه جشن گرفته می شود. شاگون بهار مبارک. расму оини наврӯзӣ ки дар минтақаи боми ҷаҳон аз замонҳои қадим арзи ҳастӣ доштааст, аз байн нарафта то кунун ин суннатҳои қадимаву миллии сокинони кӯҳистони Бадахшон миёни мардуми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон роиҷ мебошанд.